هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای شاخ شکسته که از ترس اوضاع انفجاری جامعه بازی انتخاباتش رو استارت زد تا به خیال خودش علاجی برای دردهای مزمنش باشه. بخوام بگم علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است. عظمایی که تو فاز بوکس و واته با این بازی ها به جایی نمیرسه. آخوندا تو این اوضاع و احوال حتی ظرفیت خیمه شب بازی رو هم ندارن. از یه طرف عظما میگه انتخابات، از اون طرف جک و جونوراش میان و اینطوری زیرا به رأی مردم رو میزنن. و در مسئله ولایت که تنها راه نجات بشر است، سلطنت، ریاست جمهوری جای او رو نمیگیره. مسئله آراء مردم یک امر ظاهری است. مسئله دولت‌ها، پارلمان‌ها که در دنیا رایج است، رؤسای جمهور اطاعت میشن. پارلمان‌ها قانون وضع میکنن، ملت‌ها از این قانون اطاعت میکنن، ولی نیت شرط نیست. این روزه ها دردی از عظما دوا نمیکنه. آخه الان حتی نوچه هاش هم حرفش رو نمیخونن. بالاخره به من میگفتن که ببین من بهترین چیزی که از آصد حسن نصرالله لذت بردم و رفته بودن هم ملاقات داشت، گفتن آصد حسن به من گفت که ما حرفای عادی آقا رو هم شوخی تلقی نمی کنیم. وقتی ایشون یه حرفی میزنه حکیمانه حرف میزنه، اشارات ایشون رو جدی میگیریم، اشارات ایشون برای ما تعیین تکلیف میکنه. متاسفانه داخل کشور خودمون این بعضی از این سیاستمدارامون اینجوری نیستن. یعنی وضعیت طوری شده که خامنه ای هر چی بگه باز بقیه یه چیز دیگه میگن. یه چیزی تو این مایه ها سه او چه؟ پرتقال. ببینید کار به کجا کشیده که بوفالوی ولایت میاد توی نمایش جمعه و از موج ریزش و خستگی در نظام میناله. اینه که متاسفانه بعضی از مدیریت‌های نظام رو یه عده‌ای به دست گرفتن که از انقلاب خسته شدن، دیگه پای انقلاب نمیخوان وایستن. تموم شد، میگن آقا رفتیم مبارزه کردیم، جنگ کردیم، همه جا هم بودیم، دیگه تموم شد. این خسته ها برای ما مشکل آفریدن. یعنی آخوندا هر چقدر نقشه کشیدن و طراحی کردن، النهایه همه چیز سر خودشون خراب شد. نلیاش چای از اون طرف باند شیخ فری دنبال خوروندن جام زهر به عظماست و نوچه های ولایت از این بابت حسابی دلواپسن. یعنی بعضیا فکر میکنن که این جام زهر رو تو هر دوره‌ای به رهبر باید نوشاند، یعنی زورکی بهش تعرض، در حالی که امام اون روز داره میگه این فکر نکنید که یک انتخاب خوبه الان برای ما، چاره ای ازش نیست الان. چرا؟ این چاره، گفتم شرایط اینجوری شده، همون شرایط. شیخ فری هم با اشتباههای شطوری دنبال اینه که دست پیش رو بگیره تا پس نیفته. ما نمیخواییم فعالیت مخفی هسته‌ای داشته باشیم، نه دیروز، نه امروز، نه فردا. این تصمیم قاطع جمهوری اسلامی ایرانه. آمریکا بخواد یا نخواد، اروپا بخواد یا نخواد، سازمان ملل بخواد یا نخواد، اگر همه دنیا به ما بگن ایران خیلی خوبه سلاح هسته‌ای داشته باشه، ما نظر ما تغییر نمیکنه. ما نظری است که مقام معظم رهبری به عنوان فتوا اعلام کردن. حکایت شعبده برجام یه چیزی تو این مایه هاست.
Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. البته خودشون هم دو ریالیشون افتاده که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست و اوضاع به قبل بر نمیگرده. سوال اساسی، حالا هم این مورد رو شما توضیح بفرمایید، ولی سوال اینه که واقعا با دیدن و شنیدن این نوع رفتارها تفاوت عمده‌ای در بین جمهوری خواهان و دموکرات ها یا دولت ترامپ و دولت بایدن وجود داره، یا اینکه نه یه قدری در خلاصه این سیاست ورزی ها در ظاهر متفاوته؟ ببینید به نظر من در اهداف هیچ فرقی با هم نداره. یعنی در مهار قدرت ایران، در مهار کردن قدرت ایران هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. دعوا سر شیوه های انجام این کار هست. تفاوت هایی که وجود داره شیوه های این کار هست. با این همه شیخ فری چارچنگولی به ماشین برجام چسبیده و ولکنش هم نیست. جماعتی که از مدت‌ها پیش منتظر نتایج انتخابات آمریکا بودن حالا چرتشون پاره شده و فهمیدن که با حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. آقای دکتر، هم مکانیسم ماشه رو گفتن که دولت آمریکا در نامه رسمی به سازمان ملل خواستار توقفش شده، هم محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی رو گویا برداشتن. این اقدامات رو به جلویی هست؟ وقتی داریم در رابطه با تحریم حرف میزنیم این که حالا اون دیپلمات وزارت خارجه ما که حالا 7-8 نفر هم هستن، حالا وزیر خارجه هم بره بهشون اضافه بشه، 2.5 مایلش مثلا بشه 5 مایل، برگرده 22 مایل میشه مثل این که جان 22 مایل میشه، 22 مایل بشه، برگرده رفع محدودیت کامل هم نیست، فقط اون محدودیت در شهر نیویورک بتونن حالا یه چرخ بیشتری بزنن، 5 تا فروشگاه اون طرفتر هم بتونن برن خرید بکنن. این چه به نظر من بیشتر به شوخی نزدیک هست. وگرنه دیپلمات‌های ما حتی آزادی این که بتونن با مردم آمریکا ارتباط بگیرن و اونها گفتگو بکنن، تو رسانه‌های آمریکا حاضر باشند و دفاع کنن از حقوق ملت ایران، اینا اصلا هیچ فرصت اینجوری بهشون داده نمیشه که بتونن این کار رو انجام بدن. این بالاخره حرفایی که زده شد به نظر من حتی در حد آب نبات هم نبود که بگیم حالا یه مثلا دلخوش کنکی هست، حالا یه حرکتی مثلا اتفاق افتاده. کلن آخوندا دچار تأخیر فاز شدن، لقمه پریده رفته، بعد اینا تازه دهنشون رو باز میکنن. تا دیروز از تحریم به عنوان فرصت یاد میکردن، حالا میگن اولویتمون رفع تحریماست. مسئله مهم ما رفع کامل تحریم هاست. آمدن و نیامدن آمریکا به برجام و برگشتن و برنگشتنش اصلا برای ما مهم نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری اگر رفع تحریم نشه آمریکا برگرده چه بسا زیانبار هم باشه. خرچنگ نظام میخواد عظما رو مسلط به امور جلوه بده و بگه همه چیز سر جاشه، اما 2 قدم بعد به چنین روزی میفته. هر چقدر اوضاع نظام بحرانی تر میشه، جنگ و دعواهای درونی توی نظام بیشتر میشه. از یه طرف احمدی نژاد اینطوری زیرا به حداد قاتل رو میزنه. متاسفانه امروز کشور ما گرفتار یه عده آدمی شده که اینا خودشونو برتر از مردم میدونن، اینا خودشون صاحب اختیار میدونن، مالک کشور میدونن و فکر میکنن همه امور باید تحت تصدی اونها باشه. ما نباید یادمون بره که امام راحل فرمودن که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته.
خب ما چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم که با نقش آفرینی یه عده‌ای که قبل از انقلاب دست فرح رو بوس میکردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن شدن سوپر حزب اللهی، بعد اومدن تو کارا، خب با نقش آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشتیم که اوضاع کشور درست شه؟ از اون طرفم حداد قاتل اینطوری با احمدی نژاد تسویه حساب میکنه. آمدن احمدی نژاد و اینا رو اصلا شما تو انتخابات در نظر نگیرید. یعنی این تکلیف روشنه. زیاد تحت تاثیر نمیدونم موضع‌گیری و فضای مجازی و بودن حرف زدن ها نباشید. همچین اتفاقی نخواهد افتاد. دفعه قبلم نیفتاد. حالا که 4 سالم گذشته دیگه بدتر هم شده. به هر دلیلی دفعه قبل نیفتاد، این دفعه دلایل بیشتره. بنابراین اصلا این مسئله رو فکرشو نکن. این دراکولای عمامه دارم از سنگ پای قزوین پیشی گرفت و در وقاحت و دریدگی یه سور به خودش زد. یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهره‌مند شدن، از عفو بهره‌مند شدن، اعلام کنه تو دنیا. آمادگی داریم. نسبت به وضعیت زندانها ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم. حالا بشنوید از آبغورگیر ولایت که به مغز نداشتش کلی فشار آورده و برای مشکلات مردم چنین نسخه‌ای پیچیده. مریضتون رو با استغفار، قرضتون رو با استغفار، بچه دار نشدتون رو با استغفار، فقرتون رو با استغفار برطرف کنید. استغفار اکسیره، استغفار کلید هر در بسته است. این حجت الاسلام بوگندو هم با جعل حدیث به دنبال بازارگرمی برای بساط زنستیزی عظماست. کسرا میگه وقتی که خبر به پیغمبر اکرم رسید که یا رسول الله، اهل فارس کسانی هستن که یک زنی بر اونها حکومت میکنه، یعنی اومدن خبر دادن به پیغمبر اکرم که در ایران و در اهل فارس در یکی از منطقه ها به اصطلاح فرماندهشون، رئیس جمهورشون یا رهبرشون یا همه کارشون یه زن است. اینو پیغمبر گفتن. پیغمبر این چی فرمود؟ قال، این تیکه رو خوب دقت کنید، قال لن یفلح قوم لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه. پیغمبر فرمودن کسانی که کارهاشون به دست یک زن باشه، اموراتشون، حکومتشون، فرمانرواییشون به دست زن باشه، اینها رستگار نشدن. مسابقه جفنگویی در نظام تا دلتون بخواد شرکت کننده داره. اینم یکی دیگهش. شما میدونید آمریکایی‌های خبیث وارد عراق که شده بودن، وارد شهر سامرا شده بودن، از دوستانی که بودن بپرسید، در خونه ها در میزدن، میگفتن مهدی تو این خونه‌یه؟ فکر میکردن حالا حضرت مهدی توی خانه برن دستگیرش کنن. اونا دنبال امام زمان میگردن دستگیرش کنن. از اونجایی که بدجوری گند سریال سازی ها و فیلم بافی های وزارت اطلاعات در اومده، این بسیجی مشنگ رو آوردن توی تیوی ریش تا اینطوری مالکشی کنه و طرح مسائل کلان در واقع ایران با نویسندگان هنرمندان، تبدیل شدنشون به متن و فیلم دستاوردهای خوبی هم تا الان داشته، مثل فیلم روز سفت، مثل فیلم‌هایی که بعضا از شراکت وزارت اطلاعات یا ارگان‌های دیگه حاکمیتی با نویسندگان و کارگردانان شکل گرفته. به نظرم سوژه‌ای مثل اتفاق میفته. اصلا بهترین فیلم‌های جهان از نزدیکی در سینمای هالیوود هم همین بوده، از نزدیکی دستگاه اطلاعاتیشون به هالیوود این اتفاق افتاده و ژانر معمایی و ژانرهای اطلاعاتی و در واقع جاسوسی از این مسئله شکل گرفتن و اتفاق درستیه. حالا نوبت میرسه به 2 نمونه از جدیدترین محصولات در سال جهش تولید. یکی شلوار خارجی با مارک چای شهرزاد. شلوار خریدیم تو چینی نوشته، بعد این پشتش این چندی نوشته چای ممتاز گلستان. و یکی هم مکانیک خیلی سیار.
در پایان توجه شما رو به شعری جلب می‌کنیم که توسط یک مادر گیلانی سروده شده و زبان حال بسیاری از مردم ایرانه. خیام بگم یاد درد و غمره جی زندگی حقوق کمره اما مستمری بگیر رشتی امی خونه مرا شعر بنوشتیم. هیچی دانی تو از امی سختی کشیم روز شب چی بدبختی 1 میلیون در ماه امی حقوق امی غذا فقط نان آب و دوغه نتانیم گوشت بخوریم ماهو تا سال نه مرغ ماهی نه مرغ بال کلی بگیم امی درد برار جان شمی سفره نه غذا فراوان 1 میلیون دست بزی تمام بسته امی رنگ روخ هم ده زرد بسته نهار دعوت داریم تا شام موقع صبحانه خوریم بی درد سرده صبحانه نان شیرین چایی داریم کره و اصل و خامه نداریم ولی دانیم صبحانه گرم گرم چون دندان نرمی نان نرم نرم ایتاشم می پسر ای گریه گودی ننی میزای چقدر ارسوف گودی بگم مرجان نه گوشت مرغ ماهی نه از سفره سر ماهی به ماهی مگر همه خدا نریم جوانیم چرا از زندگی باید بداریم نهار گوجه زنیم دوتا تخمو شبانم سیب زمینی تخمو با مردی مرغانه بخوردیم نهار شام در خانه بخوردیم شیمی زاکن بیرون چیزها خورده کباب و مرغ و هم پیتزا خورده نوشابه و دلستر دوغ گازدار دی از زندگی بگم بیزار